سلام بچه خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم براتون گرفتن گان آپگریدی رو به صورت کامل بچه وارد این بخش میشیم. میبینید من 74 تا پول کردم و 100 تا این گان رو بهتون میده. البته برای این گرفتن این گان چند نکته نیاز بچه ها باید از این کپونا که مثلا بغل چیز از سال دورش بستون خط میکشم که بدونید هزینه به دست بیاریم و تعداد خیلی زیادی میاد داخل این قسمت میاد پایین ترینش میتونه روزانه چند بخرید، چند تا دونه بخرید و روزانه خودش هم بهتون میده، چند تا بهتون میده، روزانه خودش چند تا بهتون میده و میتونه بچه این چند نکته داره. برای لول اپ کردن این گان آپگریدی به مینی متریال های نیاز داریم که مینی متریال هاش اصلا مینی متریال های عادی نیست. مثلا اینجا از این مینی متریال قرمز میخواید، اینجا این مینی متریال ها رو 15 تا برای آپگرید کردن تا مکس 15 تا میخواید و خودش این پایین اگه 215 تاش کنی 12 تا بهت میده. اون 3 تای دیگه رو با روش این روی که هست با بزنون رو پول کنید که بهتون بده. حالا بریم گانه آپگریدی هم ببینیم. اینه گان آپگریدی دیگه خوبه رو بکن داشته. این چیزی که وقتی یک فینیش میدی میاد، اینا یکی که وقتی آدم میزنی این میاد. بچه خیلی خوبه گان آپگریدی. تا ویدیو دیگه مراقب خودتون باشید. خداحافظ.